السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، در مورد سوال شما در رابطه مقصد اهل تصوف را دیدین که گفتن ما شافعی مذهب هستیم، اما در طهارت کردن در بالای هم جورابک های تنک امروزه که کره اسکی و کیتا اسکی و اینا هست، در همین ها محض کشیده است. آیا مقصد از پشتی همین آدم نماز خواندن درست هست یا نیست؟ دوستی عزیز و گرامی، چهار مذهب اهل سنت و الجماعت در بالای جورابک تنکی که چهار شرط نداره محض کشیدن درست نیست. حتی مذهب حضرت امام شافعی در بالای برای پر ششتن در تورات هم قدر ترغیب میکنه. حتی بعضی قولات میاره که حضرت امام شافعی مردم تعلیم محسی میکردن که خودش همیشه پوش میشوش. بعد گفتن حضرت خیلی خودت میشون تعلیم میکنی که محسی بر بالای خفین مثلا محسی درسته، یعنی خیلی شرطو داره، مثلا یعنی خیلی حکم ها داره، خودت محض نمیکشی. من دوست میدارم که پام بوشم تا اینکه هم خطاگیایی که با پا کردگیم از زیر همون ناخونای پام چکیده برای، چون که در این موارد حدیث است. نزد مذهب حضرت امام شافعی بسیار سخت میگیرند در بالای جورابک در محض کشیدن. حتی مذهب خودمون همین بالای جورابک در میگه که اجازت به شرطی که چهار شرط داشته باشه، غوث باشه که او از بالاش به تگ نگذرانه، به پر نگذرانه، با او امکانی والله علم 2.5 کیلومتر راه رفتن داشته باشه اون جورابک ده مثلا، و او بمونی مقصد هم خیلی بساق خودش بیسته. گفتن هم خیلی شرطا را میاره. لیکن خیلی اهل تصوفی شما چی میکنی؟ اهل تصوفی را عموما از پشت کسی که بالای جورابک، کسی از بالای جورابک کسی که محض میکشه از پشتش قطعا نماز خواندن درست نیست. اگر خوندی نماز تا اعاده کن. این از روی بغض و عداوت و کینه نیست، از برای اونکه اقتداد صحیح نمیشود، به همون اقتداد نمیچسبه. نوابسته که او آدم اهل تصوف است، صوفی است، چیزی هم که باشه، شافعی است، کسی هم که باشه، درست نیست اقتدا کردن از پشت کسی که بالای جورابک شده محض میکشه. حتی اینکه کسی دعوای حنفیت کنه، دعوای تصوف نقشبندی هم کنه، اگر بالای جورابک شده محض بکشه درست نمیشه از قفوش نماز خواندن. و هم خاطر مقصد این مسئله ده خوب توجه کنین. مقصد با او آدم این معنی را نداره که شما عداوت کنین، بدبینی کنین، یا اینکه یک دشنامش کنین، قباحت کنین. نه، با او کار نگیرین، فقط اقتدا هم نکنین از پشتش، به خاطر اینکه اقتداتون نمیچسبه، همو صحیح نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.